دوستان امروز میخوام در مورد زمین‌های ارثی و وراثتی نکات رو بهتون بگم که تا حالا هیچ جا مطمئنم نشنیدید. ببینید سند اسناد و زمین‌هایی که ارثی به شما میرسه میتونه پایه مادر و تمام معاملات و مباینه‌نامه‌های بعدی که دست بقیه افراد میرسه میتونه باشه و خیلی خیلی دقت کنید و لازم شما یک سری نکات رو رعایت بکنید. توی زمین‌های ارثی اولین چیزی که باید رعایت بشه بحث سندشه، اسنادشه که تمام وارثین راضی باشن، امضا زده باشن و هر کدوم به میزان قابل توجه یا مساوی ارث خودشون رو برده باشن و بدون هیچ اعتراضی سندها رو امضا بزنن و تحویل بعدی بدن. ببینید تو خرید زمین‌های ارثی خیلی دقت کنید که چیزی که باید بین وارثین داشته باشن چیزی به اسم تقسیم نامه است که هیچ جا یا خیلی جاها من کم دیدم که معاملات یا زمین‌هایی که یا اسنادی که دست ما میرسه داشته باشه. این زمین‌ها خیلی لازم بین وارثین یا تقسیم ها حتی دستی بنویسید که کدوم زمین، فلان زمین به اسم فلان نفره یا فلان زمین برای فلان نفره و فلانجا برای فلان نفر از اعضای خانواده و حتی مثلا اون زمینه به مشهوریت کجاست، در کجا قرار داره اونم درج کنید، چه مقدار از زمینه، چه متراژی، همسایه‌هاش چیا هستن، اون مشخصات کامل و حدودات اربعه رو کامل بنویسید، ذکر کنید اینا رو و حتی مهندس نقشه برداری ببرید، یوتیم ها رو دقیق نقاطی که بهتون میگن رو اشاره کنید و بعد شاهد بگیرید داخل این تقسیم نامه ها. حتی شده از ریش رسیدای محلتون شاهد بگیرید، از اعضای خانوادهتون شاهد بگیرید، از عمو، دوست، برادر، همه اون کسایی که دور اطرافتون هست به عنوان شاهد توی تقسیم نامه درج کنید و حتی در مراتب بعدی میتونید شما دهیار، شورای بخش، نمیدونم بخشداری و هر اداره و ارگانی که شما به ذهنتون میرسه و باعث اعتبار سند شما میشه با عنوان سند مادر برید امضا بزنید و یک تقسیم نامه خیلی محکم بسازید که این تقسیم نامه بعدها میتونه به عنوان سند مادر ملک شما ارائه بشه و آدم‌ها بابت همین اسنادی که شما وارثین میسازید بعدها قرار پول پرداخت بشه بابت همین سندی که به اسم طرف میزنید، حتی بعدها میتونه میلیاردها پول رد و بدل بشه. و چیز دیگه ای که توی اسناد وارثین خیلی لازمه که ارائه بشه بحث نسق زراعی اون زمین هاست، نسق زراعانه، یا اگرم حتی ملک هایی که شده ندارید برید از اداره جهاد کشاورزی استعلام بگیرید، قسمت آب و خاک میتونه برای شما حتی صادر بکنه به درخواست شما و به عنوان سند مادر سندهای محکم بسازید و بین وارثین خیلی لازمه. این تقسیم نامه حتی حکم سند ثبتی داره، خیلی جاها میتونید کامل اصلا خیلی راحت ارائه کنید و مشکلتون حل بشه و اون کسی که از شما میخره و شماهایی که زمین‌های وارثی میخرید حتما به این نکات دقت کنید. این همچین سندهایی، همچین تقسیم نامه‌هایی رو از مالکین بخواید و حتی اگر ندارن و شما میخواید یک قسمتی از اون زمین‌ها رو معامله کنید از وارثین به عنوان شاهد امضا بگیرید، استفاده کنید که بعدها خدای نکرده به مشکل نخورید. اگه این نکات رو رعایت کنیم ما میتونیم قسمت خیلی زیادی به عنوان سند مادر پایش رو محکم بسازیم که بعدها خیلی کمتر به مراجع قضایی مراجعه کنیم و کارمون به دادگاه و پاسگاه و مراجع قضایی کشیده نشه. امیدوارم دوست داشته باشید، استفاده کنید. توی زمین‌های ارثی خیلی لازمه اینا رو رعایت بکنید دوستان، خیلی لازمه. هم اعضا تماما امضا زده باشن، معلوم باشه کی برای کیه، کجا برای کیه، کجا برای کی نیست، سهم هر کدوم به میزان مساوی تقسیم و سهم الارث کامل مشخص شده باشه، سند زارعانه ارائه کنید و تمام اسناد دیگه تو مراحل بعدی بره تو مباینه نامه، تقسیم نامه و بره مراحل بعدی که حتی میتونه سند ثبتی به اسمتون صادر بشه و شما اگه مراجعه بکنید به مراکز ثبت اسناد این مدارک رو حتما از شما میخوان و یه جورایی این فایل میتونه تمام مدارکی که برای ثبت و صدور سند ثبتی لازم باشه گفتم بهتون، تقسیم نامه است، سند زارعانه است و تمام مباینه نامه هایی که ازش دارید
و اینا رو ارائه کنید دیگه تو مراحل بعدی و گفتن یوتیم و نقشه اون ملک هاست، اینا رو ارائه کنید تو مراحل بعدی میره برای ثبت و صدور سند و سند اسناد خیلی محکم بسازید. من خیلی از این مشکلات رو دیدم و لازم دونستم این فایل رو برای شما ضبط کنم که مشکل زمین‌های ارثی خیلی خاصه و خیلی باید دید خاص‌تر بهش داشته باشید و با دقت بهش توجه بکنید و اون کسی که معامله میکنه، حالا املاکی، معامله‌گر یا خود شما خودتون هستید و حتی شمایی که مالک هستید و اگر هم حتی نمیخواید ملک رو بفروشید، بین خواهر برادری و خانواده‌تون، برادرتون حتما این تقسیم‌نامه رو داشته باشید که این کفاف هر زمانی که شما خواستی برید تقسیم کنید. اگه اینو داشته باشید حتی بعد فوت پدر مادر، حتی بعد فوت و پدر و مادر این تقسیم نامه رو اگه شما داشته باشید دیگه خیلی راحت میری برای مراحل بعدی و ملکاتون رو از هم دیگه جدا کنید و خیلی راحت ملکاتون رو تقسیم کنید و با کمترین دردسر و کمترین میزان ضرر به شما و ناراحتی که خیلی این روزا دیدیم پیش میاد. امیدوارم عبرت بگیرید، درس بگیرید، نکته هاش واقعا سازنده است. این نکات رو ببینید، من خیلی جاها دیدم خیلی فاجعه به بار آورده و شما امیدوارم ازش درس بگیرید، به درتون بخوره، دوست داشته باشید نکاتی که گفتم رو یادداشت کنید، بندازید توی مغزتون و برید همین از امروز برید اجرا کنید. ملک‌های وراثتی، ملک‌های ارثی بین خواهر برادری، اینو به مغزتون بزنه و برید مشورت بکنید. حتی از خود من در خدمت همتون هستم. دوستتون دارم. یا علی مدد. خوشقلبای منید. دوستتون دارم.